رازهایت را فقط به 2 نفر بگو. دوست خوب من، اگر رازهای ما را به اشخاص بیان کنیم که آنها راز نگهدار نباشد، راز ما را فاش می سازد، راز ما را برای دیگران بیان می کند. پس بهتر است که رازت را به اشخاص بگویی که آنها رازتان را نگه دارند. اول، رازت را به خودت بگو. خودت به هیچ وجه رازت را برای دیگران انتقال نمیدی. خودت به هیچ وجه رازت را برای دیگران منتشر نمی کنی، چون بالای خود باور داری. بهترین گزینه که برایت وجود داره، راز خودت را به خودت بگو. برای هیچ شخص دیگر بیان نکن اگر میخوای که رازت محفوظ باشد. اگر برای اشخاص ما شما بیان کنیم، یک مدت راز ما را حفظ میکند، بعد از آن منتشر میسازدش. زمانی که روابط ما با آنها خراب شود، راز ما را برای دیگران قسم میکند. دوم، رازت را برای خدایت بگو. خدا بهترین گزینه برای نگه داشتن راز ما هست، چون خداوند متعال بخشنده است، غفور است، کریم است، رحمان است. هیچ وقت راز ما را منتشر نمی سازد. به هیچ شخص، به هیچ فرد رازت را بیان نکن، فقط با خدایت بیان کن که بهترین گزینه خدایت هست.